درود و سلام بیننده های گرامی برنامه دوم مکتب فلسفی من بیش از این نمیدانم. چنانه که وعده داده بودیم برای شما، این برنامه یا این مکتب میانه دین و خرد برای شما معرفی میکنم و پیرامون دیدگاه فیلسوفا، پروفسورها و نخبه های قرون گذشته و امروز بحث میکنم. بحث امروز ما در مورد نیوتن است. شناسایی نیوتن کار چندان مشکلی هم نیست. با اثر کشف بسیار مشهور از او که در مورد قوه جاذبه زمین بود شناخته شده بیشتر و بهتر به همون نام است. فیلسوف و نظر پرداز بسیار نامور انگلیس است. بحث ما امروز سر خلای گپای از او در مورد قوه جاذبه زمین است. اصول بحث ما در مورد برخوردهای فیزیکی و متافیزیکی قضایا به ارتباط جاذبه زمین نیست. ما در بحث عمومی پنداری و گفتاری و برداشت نیوتن از به افتادن سیب بر روی زمین و کشف قوه جاذبه زمین و محدودیت نظریه زمین نیوتن در این مورد گپ میزنیم. روایات که ما خواندیم و می نویسیم میخوانیم و نوشته ها را از گذشته ها میابیم. نیوتن در زیر درختی که به نام درخت نیوتن مشهور است، یا میشیشته باشه یا میگشته باشه. بعد از اینکه سیب از درخت میفته و متوجه میشه که سیب چطور از درخت افتیده و زمین را چطور کش کرده، محاسبات بعدی خدا که میکنه و میگه که من قوه جاذبه زمین را کشف کردم، یعنی زمین قوه جاذبه داره. خب این کشف از این به عنوان یک دستاورد بسیار بزرگ علمی در زمان پنداشته میشه و در جهان انسانی اهمی اصول است. وقتی که یک کس بسیار مشهور میشه و یک گپ بسیار مشهور میزنه، کس با دنبال گپای بعدی از اون نمیباشه که آدم مثلا وقتی که گپ زد حواشی گپ از زیر چی باید میگفت نگفت، توضیحاتی که باید میداد نداد، برداشتایی که کده نبود چرا نگفت نبود. و به امور از فقط دم یک محور که این آدم قوه جاذبه را جمع کرد، جذب کرد و بعد از این فیزیکی را تایید کرد و هندسه تایید کرد و ریاضی تایید کرد و گپای دیگه. بحث عمومی پرداخت برای نگرش این دیدگاه در امان میمانه یا پنهان میمانه. ما از سالهای پیشینه که در این فکر بودم و یادسام بعد از یک افکارم برای از یک حادثه کلانه که سر ما در زندگی خود محمد متوجه از این گپا شدم که اینطوری یک چیز باید وجود داشته باشه که آدم میانه دین و خرد و تصمیم و تقدیر و گپا را کلش باید بفهمه. تبلیغاتی که در مورد دین میشه و که گویا دین مخالف فلسفه است و مخالف خرد است و یا ما اونطوری هم که گفتم دین اونطور نیست. چیزهایی را که در دین میگن دین، البته منظور ما در دین ادیان ابراهیمی است. در ادیان ابراهیمی کل از یا بحث‌های مختلف و معینه در زمانهای معین و مختلف دارن، از جمله در مورد گرانش ها، در مورد پایداری ها، در مورد زمین، در مورد خب بحث زمین باز گپ جداست که ما شما در مورد از او میریم به طرف نظریات گالیله یا در وقت در بحث بعدی. نیوتن وقتی که این چیز جذب کشف میکنه قوه جاذبه زمینه، این تنها کار میکنه به ارتباط قوه جاذبه زمین و میگه زمین خودش قوه جاذبه داره. خب این یک اصل بود که در وقتی مطرح میکنه، اما نیوتن که خودش بیشتر در گذشته ها به خدا باور داشت و خدا باوری را بسیار اصل اساسی میپنداشت، هیچگاه نگفت که خب اگر سیب قوه جاذبه زمین داره و زمین قوه کشش و گرانش داره، سیب در فضایی که نگاه شده این قوه از کجا است؟
قوه کشش زمین از زمین به طرف آسمان، یک درخت که یک میوه پربار ده ها سیر یا ده ها صدها کیلو را در خود نگاه میکنه و در برگای بسیار، در شاخهای بسیار نازکتر نگاه میکنه و او را پرورش میده، کلان میسازه، پخته میسازه تا زمانی که به پختگی نرسه زمین از اونجا نم نفتام. یگان تایش استثناءات خود گپ علایده است که تابع قوانین استثناء میشه. نیوتن در این مورد هیچ نپرداختن، نه تنها نیوتن، بعضی کسای دیگه هم هیچ کسی در این مورد نپرداختن که خب قوه بازدارنده سیب از نیافتادن به زمین چی است؟ کی است؟ این درخت به تنهایی خودی رو نگاه کرده و اگر قوه جاذبه زمین وجود نداشته یا قوه جاذبه وجود داشته و قوه کشش که وجود داشته، چرا یا به هم پیوست نبودن یا نیستن یا چطور میتونن یکی از دیگه جدا باشن؟ خب چون گپ ما در مورد قوه کشش فضا نیست، قوه جاذبه زمین است، میایم سر زمین. زمین چنانه که بحث در مورد نگهدارندگی زمین است، قرآن در مورد زمین میگه، چنانچه که تمام کتب آسمانی در این مورد میگن و از جمله قرآن میگن و جبال اوتادا و خلق و جعلناکم و جبال اوتادا. ببخشین که آیت شاید دوباره، علم نجعل الارض مهادا و جبال اوتادا. وقتی که میگه ما که شما را پیدا کردیم و زمین برای پودش شما دادیم، کوه ها را برای نگهداری زمین از لرزش با عنوان یک ستون یا میخای کوبنده در 4 طرف زمین پراگندیم. حالا نیوتن در این مورد نپرداخته که وقتی که او قوه جاذبه در اوجه وجود داشته و بالایش خود گفتیم که در موردش که اصلا بحث نکرده، در پایین نگفته که خب زمینی که خودت درش میگردی، تو که در سالها میرفتی، قوه کشش تو را کی برداشته؟ خود قوه کشش که زمین نگاه کرده کی است؟ جدا از این که پروردگار میگه که میره علم نجعل الارض مهادا و جبال اوتادا. او که میگه ما کوه ها را برای شما به خاطر حفظ تعادل زمین آفریدیم، این بحث علایده است که خدا میگه. نیوتن در این مورد چرا سکوت کرده؟ چرا نگفته؟ یا نمیفهمیده؟ یا اگه آدم دینداری هم بوده که بعدها باز سر از این موردش اگه سوالی بود گپ میزنیم؟ وقتی که ما زمین خودش در حالت معلق بوده باشه و پروردگارم کوه ها را به خاطر ازی آورده باشه و فیزیک هم و ریاضی هم تا امروز ثابت نکرده باشه که اگر این کوه ها نباشه زمین خودش معلق میمانه، بنابراین بحث کشف قوه جاذبه زمین توسط نیوتن اگر در یک مورد درست است، در مورد دیگه ناقص است. بحث ما بحث این نیست که ما خدای قدر بلند بدانیم یا که چیزی را ما هم نمیفهمیم، ما عقل بر ما حکم میکنه. ما نمیدانیم که کل کارها و نادیدگی کارها و درایت ها و کشفیات نیوتن یا هر کس دیگر را نادیده بگیریم. اما چون بحث ما بحث قوه جاذبه و نیوتن است، بحث ما امی کافی در اینجا باید بحث شود. خب زمین چی است؟ زمین اگر نبود، قوه بازدارنده تحرک زمین، پس زمین خودش می لرزید و ما در زمین بوده نمیتونستیم. و پروردگار به می خاطر میگه که در آیت دیگه که ما زمینه به خاطر ازی براتون مستحکم و با کوه ها را میخوای ساختیم که شما وقتی که در گردش بالای زمین هستین، زمین زیر پایتون نلرزه. هم قوه نگهدارنده فشار بالای زمین و هم قوه که در زیر خود زمین نگاه میکنه، در این مورد تا بال کس بحث نکرده و اگر بحث هم کردن یا بیشتر به بحث
فیزیکی و ریاضی پرداختن. نگفتن که قوه گرانش و رانش زمین در نبود کوه‌ها چگونه است و اگر کوه‌ها نمی بود و اگر پایداری های ساختاری زیربنایی در زمین نمی بود، جو زمین زیر خود فعل و انفعالات نمی داشت، زلزله ها ایجاد نمی شد، جابجایی ها ایجاد نمی شد، کارها در کجا می بود؟ بنابراین ما نمیتونیم بگوییم که نیوتن قوه جاذبه زمین به صورت مکمل و مفصل و مشرح در شروع جذب کرده. شاید بعدا دیدگاه هایی داشته باشه، اما در زمانی که این مسئله را مطرح کرد، نیوتن یک نقص بسیار اساسی و کامل کرد. این نقص چی بود؟ انکار از قوه آفریده شده برای پیدایش حفظ تعادل نگهداری سیب در فضا، در درخت، و بعد چه کسی ایره قدرت داده و بعد چه سبب شده که باید تو سادگی بفته از چیز، از شاخ درخت بفته و به زمین بفته و او متوجه شود که زمین قوه جاذبه داره. اگر زمین قوه جاذبه هم داشته و تو متوجه شدی، تو نگفتی که بالاخره راه حل چیز در کجا هسته. راه حل منطقی دریافتی این تعادل زمین و تعامل زمین با فضا و نگهدارنده آلتهای بزرگ فرسایشی و در طول دوره حیات تاریخ زیست درختها و اشجار، میوه ها، یا عامل از این کی است و چه کسی را قدرت از این راهنمایی میکنه، اداره میکنه و این را میتونه مطابق هدایت از او عمل شود. بحث کوه ها بحث بسیار دیگه است که در قرآن در برای ما شما یاد شده، در تورات یاد شده و طور سنین و این گپ هایی هست که کل شما برای از این گپ ها هم بحث میکنن. لذا گفتار ما در اینجا ختم میشه در مورد از این که نیوتن نتانست نظریه نخست خدا به صورت کامل در مورد قوه جاذبه زمین، قوه بازدارنده افتادن سیب از زمین و قوه نگهدارنده زمین و قوه نگهدارنده درخت از زمین و قوه نگهدارنده و جذب انسانی که خودش در سرکا و در راه ها می رفت، چطور این قوه جاذبه کدام قوه بود که خود از این را به زمین کشف کرده بود و نگاه می داشت. قوه جاذبه پیش از این میتونست کشف شود. همین ما شما که در جای میریم یک پای خدا میمونیم، پای دیگه خدا میمونیم، خود ما به زمین میمونیم، خود قوه جاذبه است کشفش میگیره، او را کششش میگیره و ما پای دیگه خدا از یک پای میبرداریم در پای دیگه میبریم. ما نباید متوجه نباشیم و نگوییم که کار را که هر فیلسوف کرد یا سخن را که امروز بگوییم هر پروفسور یا هر فیلسوف گفت، چونی پروفسور است و فیلسوف است، این راست میگه. بعد از این ما در هر برنامه ما این را وقتی که را تقدیم میکنیم به شما، ما این را میتیم به چت جی پی یا به هوش مصنوعی برای ارزیابی که بگویم میانه دین همی است. دین هیچگاه مشکلی را با فلسفه هم نداره، با خرد هم نداره، با هیچ چیزی نداره و راهی است که راه حل پیدا میکنه برای بودش انسان در فضای تعامل با فناوری، با تکنیک. و همیشه پروردگار در تمام کتاب‌های آسمانی، در 4 کتاب آسمانی و در صحف ابراهیم و موسی، در کل از یا هدایات برای آموزش دادن. این بود گپ سخن ما در مورد نیوتن. برنامه بعدی ما در هر باره که بود پیش از او خدمت شما اطلاع میدیم. تشکر از شما که این را تعقیب میکنیم و یادآوری میکنیم برای ما که ما چی کارهایی را بکنیم. این چینل یک چینل غیر انتفاعی است، منتظر از این نیست که درآمد داشته باشه. من دیروز یک بخش برای شما یادآوری کردم که بعضی دوستا در چینل های دیگه ما در توییتر و فیسبوک یا یک پست 2 دقیقه را تا 1 میلیون نفر هم دیده
اما ما توقع پولی ازش نداریم. برای ما این مهم است که جوان امروز ما آگاه باشه، نسل امروز ما آگاه باشه، فلسفه را، سیاست را، خرد را، کورکورانا نپذیره که بگه ولی همی آدم پروفیسور بود هر چی که گفت راست میگه، همی آدم دکتر بود هر چی که گفت راست میگه، همی آدم نامآور بود هر چی بود راست میگه. هر کدام شما خودتان یک پروفیسور هستین، هر کدامتان خودتان یک کشاف هستین، هر کدامتان خودتان یک فیلسوف هستین. خدا تکان بدیم و آگاهی داشته باشیم. سلام علیکم.